دوستان عزیزم سلام مجدد. تو قسمت سوم آموزش پایتستمون میخوایم بریم سراغ فیکسچرها، ببینیم که چی ان و به چه کارمون میان. با من همراه باشید. خب قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم باید با مفهوم تریپل ای توی تست آشنا بشیم، یعنی ارنج، اکت، اسرت. البته پایتست کلین اپ هم اینجا آورده، یه جورایی مرتبط با ارنج، حالا آخرش توضیح میدم. خب استیج ارنج یعنی که ما بیایم تمام چیزایی که برای اون تست لازم داریم رو آماده بکنیم. قراره دیتایی رو ماک بکنیم، قراره که مثلا یه یوزری رو به دیتابیس این مموری اضافه بکنیم، محیطمون رو آماده بکنیم برای اینکه بخوایم بریم اون تست اصلیمون رو اون فانکشنه انجام بدیم. اکت جاییه که ما میریم فانکشن رو تست میکنیم، میایم اون اکشن یه فانکشنی در ما یه کاری رو قرار انجام میده، اونجا جاییه که ما دقیقاً میریم اون فانکشن رو کال میکنیم و مثلا اون اینپوتی که پارامتری که میخواد رو بهش میدیم و بعد خروجی رو ازش میگیریم. اسرت هم دقیقاً همون جاییه که ما اون استیتمنت های اکسپکت رو مینویسیم، چک میکنیم که اون ریزالتی که داریم میگیریم درسته یا نه. کلین اپ چیه؟ کلین اپ هم میگه بیایم محیط رو ترتمیز کنیم، هر چیزی که از تست قبلیمون جا مونده رو باید پاکش بکنیم، مثلا دیتایی اگر تغییر پیدا کرده دوباره رول بک بکنیم مثلا تو دیتابیس، یا هر چیزی که لازمه که ما دوباره استیت، وضعیت اون انوایرمنت تستمون رو یا محیط تستمون رو برگردونیم به وضعیت دیفالت خودش، به وضعیتی قبل از تست بود. خب حالا یه نکته کوچیک اینجا باید بگم که یکی از بیست پرکتیس هایی که وجود داره کلن و بیشتر سمت تستای حالت یو آی و end to end automation خیلی مهم میشه این موضوع، ولی خب تو بحث یونیت و اینتگریشن تست هم هست، اینه که ما باید سعی بکنیم که کلین آپ رو تو استیج اول تو ارنجمون انجام بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما نمیدونیم از تست قبلیمون اصلا چه چیزایی باقی مونده. در هر صورت ما لازم داریم که بیایم یه سری چیزا رو چک بکنیم، مطمئن شیم که انوایرمنتمون ترتمیزه، همه چی درسته، چه میدونم دیتابیس رو قراره دامپ بکنیم یا مثلا یوزری رو قراره اضافه بکنیم، اگر یه یوزری هست پایپ. در هر صورت ما این کار رو داریم اوردی انجام میدیم، پس بهتره که هر چیزی که احساس میکنیم به صورت جنرالی ما باید کلین اپ داشته باشیم رو توی ارنج انجام بدیم. دو اینکه ما دیگه وقتی تستمون انجام شده و دیگه اسرتش هم انجام دادیم، یه تایم اضافی اینجا ما داریم در واقع انجام میدیم این کار رو، پس تا جای ممکن باید سعی بکنیم این تایم اضافیه رو اینجا نداشته باشیم، مگر اینکه یه چیزی باشه که توی تست بعدی ما هیچ نالجی از این نداشته باشیم که چه اتفاقی اینجا افتاده، اونجا دیگه مجبوریم که ما این از کلین اپ رو اینجا حتما انجام بدیم. اوکی. خب حالا میخوایم یه خورده با ستاپ و تیردان بیشتر آشنا بشیم، به خاطر اینکه کاربرد اصلی فیکسچرها برای این دوتاست. گفتیم که قبل از اجرای تست ما وقتی شرایط و محیط و اون چیزایی که این تست لازم داره رو آماده میکنیم رو بهش میگیم تست ستاپ، و پاکسازیایی که بعدش انجام میدیم، رول بکی که انجام میدیم، بهش میگیم که تیردان. پس تست ستاپ، تست تیردان. حالا فرض بکنید که ما یه فایلی داریم که یه چند تا تست با هم اونجا قراره اجرا بشن. مسلما ما یه دونه تست رو نداریم، شاید 10 تا 100 تا 1000 تا تست داشته باشیم و هر چند تا این تستا که مربوط به یه فانکشنالیتی هستن معمولا توی یه فایلن و ما بهشون میگیم تست سویت، یا حداقل تستایی که قراره با هم اجرا بشن رو بهشون میگیم تست سویت. اون تست سویت وقتی که ما بخوایم یه اتفاقی قبل از کل اون تست سویت بیفته، ولی یه بار قبل از اجرای کل این تست سویت رو ما بهش میگیم سویت ستاپ، و همون موضوعی که تو تست تیردان داشتیم و اگر بخوایم برای سویت انجام بدیم بهش میگیم که سویت تیردان. پس اینجا الان ما یه تست سویتی داریم، دو تا تست داریم، تست یک، تست دو. وقتی که تست یک رو من اجرا بکنم، فرض بکنید که اصلا کل این تست سویت رو ما میخوایم اجرا بکنیم، اولین اتفاقی که میفته سویت ستاپ انجام میشه، بعد میاد تست ستاپ برای تست یک انجام میشه، خود تست یک اجرا میشه، تست تیردان اینجا انجام میشه برای تست یک. اینجا دیگه سراغ تیردان سویت نمیره. چرا؟ چون سویت هم تموم نشده، ما اینجا میریم سراغ تست دومون. خب تست دومون دوباره ستاپش، خود تستش و تیردانش. بعد از اینکه کل تست، حالا فرض کنید اینجا ما 10 تا 15 تا شاید تست داشته باشیم، همش که انجام شد، اینجا تازه میره سراغ سویت تیردان و اونو اجرا میکنه. خب حالا سوال، اصلا ما چه نیازی داریم که بیایم الکی یه سری استیج اضافه بکنیم به قبل و بعد تستمون، هم تایم بیشتری از اون بگیره، هم تستا رو پیچیده‌تر بکنیم؟ دلیلش اینه که ما تمام تستامون
باید صرف نظر از این که چه کاری انجام میدن کاملا مستقل از هم باشه. یعنی یه دونه، 2 تا، 10 تا، 100 تا، 1000 تا، هر چقدر تست داشته باشیم، هر کدوم رو انتخاب بکنیم تست شماره مثلا 371 باید بتونه مستقلا اجرا بشه، احتیاج به هیچی نداشته باشه. منظورم اینه که به تستای دیگه وابسته نباشه. مثلا برای اینکه تست 2 پاس شه احتیاج نداشتیم که یه چیزی از تست 1 ورداریم، یه چیزی ریترن شه تو تست 2 کالش بکنیم، یا مثلا تست 1 و 2 پاس شد تست 3 فیل شه از اونجا بعد همه چی فیل بشه. اگر قراره یه فانکشنالیتی رو مثلا تست 1 تست بکنه که اونجا به مشکل خورده و اونجا فیل بشه، دیگه تست 2 3 4 اینا باید پاس بشن چون اونا مشکلی ندارن. این مفهوم ستاپ و تیردان توی تقریبا تمام فریمورک های تست وجود داره. مثلا توی موکا.js، سایپرس با بیفور ایچ، افتر ایچ، همین شکل توی تست انجی و تو فریمورک های دیگه هم با انوتیشن های مختلف ما اینو داریم. حالا برای اینکه ریستر بشین این مفهوم رو بهتر درک بکنین چجوری هندل میشه تو فریمورک های مختلف، کانسپتش رو بفهمید که به چه شکله، این مقاله‌ای که چند وقت پیش تو دفتیو گذاشتم رو میتونید بخونید. حالا برای مثالامو من از طریق سایپرس توضیح دادم، ولی کانسپت ها همینه. توی تمام فریمورک ها هم ما باید این موارد رو به کار ببریم. خب اوکی، حالا ببینیم که این فیکسچرها توی پایتست چجوری پیاده سازی میشن. بریم به همون مثالی که گفتیم. یه ماشین داریم که اگه سرعتش بالای 80 باشه میگه فست، زیر 30 اسلو، غیر از این میگه نورمال. حالا برای اینکه این ماشین اصلا شروع بکنه سرعت گرفتن، اولین اتفاقی که بخواد بیفته باید چی بشه؟ ماشین روشن بشه. یعنی ما میگیم که انجین استارت. قبل از هر کدوم این تستا ما باید ماشین شروع بکنه روشن شدن، حرکت کردن تا اصلا بخواد سرعت داشته باشه. خب آیا این درسته که ما بیایم خب حالا اینجا الان پرینت داریم صرفا مثال میزنیم، هر کدوم اینا یه سری فانکشنالیتی ممکنه باشه، یه سری کار بخواد باشه، یه فانکشنی اجرا بشه، یه متدی اجرا بشه، دیتابیسی کال بشه، ای پی آی کال بشه، استاپ اتفاق بیفته، چیزی رو ماک بکنیم، آیا درسته که ما بیایم خودمون رو تکرار بکنیم؟ خب قطعا نه. ما نباید به این شکل تست رو بنویسیم، باید کد نویسی رو رعایت بکنیم، کلین باشه، هر چیزی رو یه بار بنویسیم. پس چجوری ما بیایم به این هدف برسیم؟ میایم اینجا یه فانکشن تعریف میکنیم، میگیم که مثلا اسمشو میذاریم start the engine. درست شد. کاری که این کارو برای ما انجام بده این موتور ماشین رو روشن بکنه. حالا چجوری به اینا بگیم که این قراره که قبل از هر کدوم اینا یه بار اجرا بشه؟ اینجاست که میایم از دکوریتور پایتون استفاده میکنیم که در واقع دکوریتورهای پایتست به اسم pytest.fixture که خب مسلما خود پایتست هم باید اینجا اد بشه. اینجا ما میگیم که import pytest که پایتست هم اینجا داریم. الان این فانکشنی که بعد از این دکوریتور تعریف شده باشه میشه فیکسچر و ما میتونیم چیکار بکنیم؟ این اسم این فیکسچر رو به عنوان پارامتر اول این تست بهش پاس بدیم. اوکی. حالا من اگر بیام اینو اجراش بکنم، اتفاقی که میفته انجین استارت قبل از هر کدوم اینا یه بار اتفاق میفته. برای اینکه حالا بخواد تمیزترم بشه من اینجا یه دونه اسلش انم میذارم که ببینیم که میره خط بعد، اینو با هم دیگه مشاهده کنیم. خب حالا برای اینکه ساده ترم بشه اون اتفاقی که داره میفته، من این دوتا تست رو فعلا کامنت کنم و که انجام میدیم ما اینو برای تست دوممون نمیذاریم و اینجا من حالا یه استیتمنت دیگه اینجا میذارم، مثلا میگم که تست 1، اینجا میگم که تست 2. خب که بدونیم که چه اتفاقی داره میفته. اوکی، بریم اینو اجرا بکنیم. گفتیم که اگر بخوایم بیاد برای ما اون پرینت ها هم نشون بده باید از داش اس استفاده بکنیم. تست دیگه ای نداریم، همین یه دونه فایل تسته، پس با پایتست فقط برای ما اینو اجرا میکنه. داش اس ببینیم که چه اتفاقی افتاد. خب اوکی، الان اینجا ما یه دونه انجین استارت داریم میبینیم قبل از تست 1 و بعدش تست 1 اجرا شد، اما برای تست 2 ما دیگه اینو نمیبینیم انجین. چرا؟ چون ما فقط این فیکسچر رو اینجا داریم، برای این تست داریم، برای این یکی تست نداریم. یعنی اگر که من اینجا بیام برای این تست هم اینو بذارم، میبینیم که میگه انجین استارت تست 1، انجین استارت تست 2 و این نقطه هم که پاس شدن رو میگه. اگه نقطه باشه که پاس میشه، اف باشه فیل میشه. پس این میشه فیکسچر برای 3 تا. حالا تیردان رو باید چی کار بکنیم؟ آقا ماشین بعد از اینکه کار تموم میشه باید خاموش بشه. درست شد. میایم از دستور در واقع ییلد استفاده میکنیم
بعد از ییلد هر اتفاقی بیفته به عنوان تیردان در نظر گرفته میشه و اینجا میگیم که car is turned off. درست شد. و اینو ما میخوایم این اتفاق بعد از انجام هر تست برای ما اتفاق بیفته. اوکی، حالا بریم اینو اجرا بکنیم ببینیم که چی میشه. و اینو الان من اجراش بکنم و داریم میبینیم که الان انجین استاره، تست 1 کار ایز ترن آف، دوباره انجین استاره، تست 2 کار ایز ترن آف. این میشه استفاده از ستاپ و تیردان توی پای تست. حالا بریم یه مثال واقعی تر از یه یوزر منیجر مثلا تو اپلیکیشنمون بزنیم ببینیم که مثلا دیتابیس داریم یا میخوایم ستاپ بکنیم تیردان، کجا به کار میاد، چجوری میتونیم استفاده بکنیم. خب فرض بکنید که ما یه اتنتیکیشن سرویسی داریم تو اپلیکیشنمون که یکی از کلاسایی که داره یوزر کنترلره. کارش اینه که بیاد برای ما یوزر رو اضافه بکنه یا مثلا گت بکنیم یا بعداً حذف بکنه و اینا. اینجا موقعی که اینیشیالایزش داریم میکنیم این کلاسو، میایم به دیتابیسمون فرضاً اینجا یه کانکشن داره. خیلی ساده. حالا برای دیتابیسم فرض کنید مثلا این مموری دیتابیس، من اینجا یه دونه دیکشنری گذاشتم. اوکی، کار دیتابیس رو داره برای ما انجام میده. خیلی خوب. فانکشن اد یوزر اول میاد چک میکنه که ما داخل این دیتابیس این یوزر نیم رو داریم یا نه، یعنی در واقع یوزر نیم ایمیل رو بهش پاس میدیم. اگر این یوزر نیم داخل این دیتابیس باشه برای ما value error ریز میکنه، میگه یوزر already exists. درست شد. اگر نباشه میاد یه کی ولیو اضافه میکنه، کلیدش یوزر نیم و ولیوش هم میشه ایمیل و در نهایت هم ریترن ترو به ما برمیگرده. گت یوزر هم که میاد این خیلی ساده این کلید رو تو این دیکشنری میخونه و ما برمیگردونه، یعنی یوزر نیم رو بهش درست پاس بدیم، ایمیلش رو قراره به ما اینجا برگردونه. اوکی، حالا ما میخوایم این تابع رو میخوایم تستش بکنیم. درست شد. خب در واقع توابعی که اون کلاس دارن، اول تست اد یوزر که اینجا میایم یه یوزر ما اد میکنیم به اسم جک براون و ایمیل jack@email.com که باید به ما ترو برگردونه. درسته، یعنی اسرت میکنیم که یوزر کنترلر دات اد یوزرمون با این مقادیر باید بشه ترو، چون اینجا ترو داره برمیگردونه. درست شد. و بعدش میایم چک میکنیم get user، چون دیگه الان اینجا اد شده، get user بکنیم جک براون، باید این ایمیل به ما برگردونه. این فانکشن get user، پس ما اینجا داریم get user هم چک میکنیم. خب حالا برای داپلیکیت چی؟ ما اینجا باید چیکار بکنیم؟ یک بار دوباره بیایم از اول یوزر اضافه بکنیم جک براون jack@email.com و وقتی که دوباره بخوایم اینو کال بکنیم، چون الان اوردی دیگه این ما یوزر جک براون رو اینجا داریم. درسته؟ اگر که بخوایم دوباره این کار رو انجام بدیم باید ریز ارور به ما بده که value error و اون با این user already exist ما باید اینجا دریافت کنیم. خب برای اینکه به پای تست در واقع ما این تست نگاتیو اینجا داریم، خب میخوایم به پای تست بگیم که آقا شما اینجا قراره یه value error داشته باشی، بیا اینو اسرت کن که اینو ببینی. این ارور رو در واقع شبیه exception handlerه که اینجا میگیم که with pytest.raises، اینجا نقطه‌ایه که یعنی اون جایی که ما قراره این ارور رو دریافت کنیم اینو میذاریم و میگیم که اوکی من اینجا که این کار رو انجام بدم تو باید این ارور رو دریافت کنیم. خب اوکی، این یوزر کنترلر اینجا چیه؟ ما اومدیم از این فایل یوزر کنترلر این کلاس رو ایمپورت کردیم. درست شد. اینجا اومدیم یه فیکسچر تعریف کردیم، اسمش رو گذاشتیم یوزر کنترلر و ریترن کردیم این کلاس رو. خب کاری که ما انجام میده همونطور که فهمیدیم یاد گرفتیم که فیکسچر برای ما چه کاری انجام میداد. هر دفعه که ما این فیکسچر رو کال بکنیم برای هر کدوم این تستا میاد یه یوزر کنترلر جدید، یه اینستنس جدید از اون کلاس یوزر کنترلر برای ما ایجاد میکنه. یعنی این تست کلاس یوزر کنترلر خودشو داره و این هم همینطور و اینا هیچ دخلی با هم نداره. درست شد. حالا من اگر بیام اینو اجرا بکنم میگم که پای تست و بعد میخوام که از اوت سرویس کدوم فایل رو تست یوزر کنترلر رو اجرا بکنم. همونطور میبینید این دوتا تست جفتشون پاس شد، اینجا تو پس داریم و اون اتفاق افتاد. حالا بیایم ببینیم که اگر که ما اینجا فیکسچر نداشتیم چی؟ یعنی ما اینجا به جای اینکه بیایم
دو تا اینستنس کلاس یعنی برای هر تست ایجاد بکنیم، بیایم بگیم که آقا یوزر کنترلر ما یه دونه اینستنس از اون کلاس بسازیم، بیایم بگیم که یوزر کنترلر. درست شد دیگه. اصلا مفهوم فیکسچر رو اینجا کلا نداریم، اینا رو هم حذف میکنیم. ببینیم که چه اتفاقی میفته. دوباره اینو اجراش بکنیم ببینیم که چی میشه. خب یه دونه تستمون پاس شده، یه دونه فیل شده. کدوم پاس شده؟ تست اولیه ما پاس شده، درسته؟ ولی تست دومی ما، تست داپلیکیت یوزر، فیل شده. چرا؟ لاین 15ش وقتی یعنی اینجا اومده میخواسته که اون تست رو وقتی که میخواد اینو اد بکنه اینجا با خطا مواجه شده. چرا؟ چون که اوردی ما اینجا الان داریم، اینجا داره به ما میگه دقیقا لاین 15 ما این جک براون jackemail.com رو از اینجا تست قبلی ما اوردی داریمش داخل این کلاس. خب یعنی داخل این self database ما الان دیگه داریم. پس این کار رو نمیتونه انجام بده. یعنی وقتی میخواد در واقع این داره آماده سازی انجام میده برای این قسمتی که ما میخوایم واقعا تست بکنیم که اینو قراره دریافت بکنیم یا نه. چون این یوزر از قبل وجود داره خود این با خطا مواجه میشه و این دوتا تست الان دیگه مستقلا نمیتونن اجرا بشن. ما اینو بخوایم جدا اجرا بکنیم نمیشه، چون این باعث میشه که این تست به مشکل بخوره. پس این کاربرد ستاپ. حالا بریم ببینیم که تیردانه اینجا چجوری انجام میشه. خب ما اول بریم فانکشن دیلیت یوزر هم اضافه بکنیم که میاد از داخل اون دیتابیس فرضی که ما اینجا داریم یوزر آیدی مونه، در واقع یوزر نیممون رو ازمون میگیره و از تو اونجا حذف میکنه. یعنی اول میگیم که آقا اگر که یوزر نیم ما داخل اون سلف دیتابیس بود، چون نباشه که نمیتونه چیزی رو حذف بکنه، بیا چیکار بکن؟ حذفش بکن. و اینجا میگیم که سلف دیتابیس و این یوزر نیم رو برای من حذف بکن، کلا این کی ولیو رو از اینجا حذف بکن برای من. اوکی. خب الان من این فانکشن رو دارم. حالا بریم اونور. ما میخوایم الان اینجا ما فقط ستاپ رو داریم، یعنی این که ما اینجا صرفا میایم تو مرحله ستاپمون میایم یه اینستنسی از یوزر کنترلر اضافه میکنیم. حالا ما میخوایم تیردان هم داشته باشیم. چیکار میکنیم؟ خب اول اینکه بهتره که ما بگیم که اوکی اینجا ما مثلا بیایم بگیم که کنترلر، حالا کنترلر سرویس یا هر چیز دیگه ای، برابر با این یوزر کنترلر. درست شد؟ اینجا ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که بیا برای ما ییلد کن. چی رو ییلد کن؟ این کنترلر رو. خب گفتیم که اگر میخوایم یه اتفاقی تو تیردان بیفته باید بعد از ییلد باشه. یعنی چی؟ یعنی میگیم که آقا این کنترلره اون دیتابیسش رو ما میخوایم کلیر بکنیم. درست شد؟ یعنی در واقع میایم داخل این دیکشنری هر چیزی که هست رو دوباره این شکلیش بکنیم و این میشه یه تیردان ساده. خب حالا ما اینجا دیگه داریم، اینجا الان یوزر کنترلر رو ما اینجا داریم، داره این اتفاقا میفته. داپلیکیت هم همینطور. حالا ما برای دیلیت هم بیایم یه تست اضافه بکنیم. میگیم که مثلا تست دیلیت یوزر و دوباره گفتیم که این یوزر کنترلر رو، این یوزر کنترلر در واقع این فیکسچر هست، این نیستش. خب ما اینجا از فرام یوزر کنترلر ایمپورت اینو ایمپورت کردیم، اینجا این فیکسچر رو ساختیم، اینو داریم اینجا اضافه میکنیم. درست شد؟ خب و میگیم که دوباره همینطور، یعنی ما اول باید یه یوزری رو اضافه بکنیم که بعدش دیلیت بکنیم و میگیم که user controller dot delete user و اینجا همین یوزر نیم رو باید دوباره دیلیت بکنیم و اینجا اگر که ما get بکنیم، یعنی بیایم بگیم که اینجا یوزر کنترلر، بعد ما مثلا get user بکنیم دوباره همین یوزر رو، باید چیزی بر ما بر نگردونه. خب یعنی assert بکنیم که خب وقت چون داخل این چیزی الان نیست get user بکنیم اصلا raise exception میشه. اینجا پس میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که آقا اگر که اینجا ما get کردیم و چیزی داخل اینجا نبود که تو برگردونی،
میدونیم که ما این امکان رو داریم که بگیم چی به جاش برگردون. تو یه استرینگ یا هر چیز دیگه ای ما میخوایم بهش برگردون، میگیم نان برگردون. خب پس اینجا الان assert باید بکنیم که اگر چیزی نبود اینجا باید برای ما نان رو برگردونه. خب حالا اینجا میتونیم از is استفاده بکنیم که دیگه تایپش هم کاری نداشته باشیم. درست شد؟ الان پس ما اینجا چیکار کردیم؟ اتفاقی که میفته وقتی این تست شروع میکنه اجرا شدن، اول کار برای ما یه کنترلر برای هر تست ایجاد میکنه و بعدش که تستم تموم شد میاد کلیر میکنه اون دیتابیس رو. اینجا در واقع ستاب ماه و اینجا هم میشه تیردانو. اتفاقی که داره اینجا میفته. حالا بریم دوباره تستمون رو اجرا بکنیم و نتیجه رو با هم مشاهده بکنیم. خب الان میبینیم که هر سه تا تست ما پاس شدن و این اتفاق اینجا افتاد. دوستان عزیزم خیلی ممنون که تا به اینجا ویدیو با من همراه بودین. اگر براتون مفید بود خوشحال میشم که لایک بکنید. همینطور سابسکرایب کردن شما تو این کانال به رشدش خیلی بیشتر کمک میکنه. تو جلسه بعدی میخوایم یه جورایی نحوه مدیریت بهتر این ستاپ تیردان ها و تغییر اسکوپشون رو از طریق فایل کانف تست یاد بگیریم.